اجازه بدید یکم درباره قهر خودشیفته باهاتون صحبت کنم. چرا قهر میکنن و چگونه این کارو انجام میدن. ببینید وقتی که خودشیفته یک برنامه پنهانی داره که میخواد بره انجامش بده و میخواد به اصطلاح سینجیم نشه، یک جنگی به پا میکنه و خودش قهر میکنه. یعنی اینجوری که یه رفتاری میکنه، حرفی میزنه، یه حرکتی که شما اصلا دوست ندارید و میدونه شما رو عصبانی میکنه، اون رفتار انجام میده، شما رو تا سرحد جنون عصبانی میکنه تا بهش پرخاش کنید، حرفی بزنید و بعد بهتون میگه که تو پرخاشگری، تو ثبات هیجانی نداری، ثبات عاطفی نداری، نمیدونم همه شعارهایی که بلدن و اصلا من خورد میکنی، تو من درک نمیکنی، تو به من بهتان میزنی و قهر میکنن. اونا نیاز دارن که با شما قهر کنن تا برن و به اون برنامه‌های پنهانیشون برسن. مطمئن باشید در بازی که با شما قهرن و بازی زمانی که با شما قهرن اصلا به رفتاری بعدشون فکر نمیکنن. اونا دارن جای دیگه به اصطلاح کارشون میکنن، سرشون جای دیگه گرمه.